نگاه استیل گنگو، نگاه ترکیب و رنگو، نگاه با حتی چطور شده؟ تصادف کنه خانم. این خانم باکیش نبود. نه نزبا خدا رو نبودی سر تصادف ببینی. با چیشی تصادف کردی؟ با پیرا. کسی با پیرای تصادف بکنه؟ یا تو سانتا پی موپی تصادف بکنی که خرجی تا بده. خدایا دارم میمیرم. ببین هر چیز رو تر میبینی کمترین گیرونی ها رو میبینی. باری کلا نه نصفا بابا جو مثل اون جوونم که 9 سال تو کما بود اومد بیرون گیرونی ها دید دوباره رفت تو کما. خاکتوزر و مادر چطور شد الهی میمیرم. خدا نکنه. باسا ببینم کجا بودی صبحتانه؟ رفتم باشگاه. آخری پیریا ملکه گیری بابا جون. ماما داشتم برم پیش مادر خانم جا ماشین زد بهم تصادف کردم. این سرت بیا مادر دسته این مادر خانم جانه. راست بگه ماما این مادر خانم عزیز من که آقا وقت نکن حالا همسه میگم چه خبره. راست بگه این میگم حرف نزنه. پیشی بابا جون شما برای چه چیزی بیار یا غذایی بدید من که بخوره بنیش بیا بالا. نه بذارم حرفم بزنم. یا غذا که گرم درست کنم غذا بخوریم. من هیچی نمیخورم فقط دست بخته مادر خانم جا. خاکتوزر من کنم تو خودتو مادر خانم جانه. بابا بذار من بگم این مادر خانم جا نه اون مادر خانم جا کدوم؟ همراه منشد براتون بگم. اون بلنشو بده. مادر خانم جان بهترین ها رو داره. فسفود مادر خانم جان مناسب قراره. میزنم توی دهنت که دندونات بریزه. ولش کن ننه صفا جان بابا نبات مریضه. میون ساندویچاش یه لایه از پنیره. هر کسی اونجا بره جای دیگه نمیره. ما وقتی گشتمونه فسفود میاد بخونه. عطر مادر خانم جان بد میکنه دیوونه. فسفود مادر خانم جان بهترین ها رو داره. فسفود مادر خانم جان واسه شام و نهاره. امتحانش کن یه بار تو مشتری میشی قطعا. بهتر از مادر خانم جان فسفود نداریم اصلا. فسفود مادر خانم جان، آدرس یزد، صفاییه، بلوار دانشگاه روبروی مجتمع خورشید.